حتی گلی که قایدی زد شما اگه دقت کنید خیلی حرفه‌ای زد، علایی بازیکن خط دفاعیشون رفت. راجع به گلش من بگم وقتی یک بازیکنی در یک تورنمنت یا تو یک لیگی اصلا تو 30 تا بازی 3 تا 2 تا 4 تا گل شکل هم میزنه، یعنی این بازیکن گل شانسی نیست، شگرد داره. بله. وقتی 2 تا گلش مثل هم زده میشه، روماریو این کارو میکرد در جام جهانی با نوک پا در یعنی اینی که مهدی قائدی به گفته حمیدخان روی یک کار انفرادی و شگرد خودش این گل زد و واقعا به مهارت رسید. آره بازی رو هم در آورد به گفته آقا.